اگر شما هم مثل من عاشق غرق شدن تو دنیای آینده، تکنولوژی‌های دیوونه کننده و ماجراجویی‌های فراتر از واقعیت هستید، آماده باشید، چون توی این ویدیو قراره بهترین فیلم‌های علمی تخیلی سال 2024 رو با هم دیگه مرور کنیم. فیلم‌هایی که نه تنها ذهنتون رو به چالش می‌کشن، بلکه شاید دیدتون به آینده رو هم تغییر بدن. پس کمربنداتون رو ببندید و با من همراه بشید برای یه سفر هیجان انگیز به آینده سینما. فیلم اول فیلم همه چیز متفاوت خواهد بود. محصول سال 2024 کشور آمریکا، ژانر علمی تخیلی ترسناک هیجان انگیز. امتیاز این فیلم در IMDb 5.2 از 10، امتیاز منتقدین 62، میزان رضایت از این فیلم 70% و رده سنیش هم بالای 13 ساله. این فیلم تا حالا تونسته در مجموع 1 بار برنده جایزه و 6 بار هم نامزد دریافت جایزه بشه. این فیلم تونست رضایت 81% منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره. تمامی مراحل ضبط و فیلم برداری از سکانس‌های این فیلم علمی تخیلی در کشور آمریکا انجام شده. در ضمن این فیلم نسخه دوبله فارسی هم داره. داستان این فیلم داستان 2 خواهر و برادر ناتنی به نامهای سیدنی و جوزف رو روایت میکنه. اونا بعد از انجام یک سرقت به مزرعه‌ای دورافتاده پناه میبرن تا از پلیس مخفی بشن. اما این مزرعه یک مزرعه عادی نیست و یه جورایی خاصه، چون به نظر میرسه اونا رو به زمان دیگه ای منتقل میکنه، جایی که قوانین طبیعی دچار اختلال میشن. در طول فیلم سیدنی و جوزف با وقایع غیرعادی و مرموزی مواجه میشن که رابطهشون رو مورد آزمایش قرار میده و اونا رو مجبور میکنه تا با ترس‌ها و گذشتهشون روبرو بشن. فیلم شامل پیچش‌های داستانی جذابیه، از جمله فاش شدن هویت یکی از مهاجمان به عنوان نسخه‌ای مسن‌تر از دختر سیدنی. در نهایت جوزف سعی میکنه با استفاده از یک چرخه زمانی سرنوشت خودش و سیدنی رو تغییر بده. داستان این فیلم به موضوعات پیچیده‌ای مثل زمان، سرنوشت و تصمیماتی که زندگی انسان رو شکل میدن میپردازه. این فیلم بیشتر بر احساسات و ارتباط شخصیت‌ها تمرکز داره و با استفاده از عناصر علمی تخیلی و تعلیق داستانی هیجان انگیز و غیر قابل پیش بینی رو خلق می‌کنه. فیلم دوم فیلم بیگانه رومولوس، محصول سال 2024 کشور آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، نیوزلند، مجارستان. ژانر علمی تخیلی ترسناک هیجان انگیز. امتیاز این فیلم در IMDb 7.1 از 10، امتیاز منتقدین 64، میزان رضایت از این فیلم 85% و رده سنیش هم بالای 17 ساله. این فیلم در مجموع تا حالا تونسته 2 بار برنده جایزه و 17 بار هم نامزد دریافت جایزه بشه. این فیلم تونست رضایت 80% منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره. تمامی مراحل ضبط و فیلم برداری از سکانس‌های این فیلم در کشور مجارستان انجام شده. در ضمن این فیلم هم نسخه دوبله فارسی داره. داستان این فیلم درباره گروهی از مهاجران فضایی که در آینده دور در سال 2142 زندگی می‌کنند. اونا در یک کلونی به نام جکسون که تحت سلطه یک شرکت قدرتمنده گرفتار شدند. این شرکت با تمدید قراردادهای کاری عملاً اونا رو به نوعی برده تبدیل کرد. قهرمان داستان کارادین به همراه گروهی از دوستانش تصمیم میگیرن از این وضعیت فرار کنن و به یک سیاره دیگه برن. برای این کار اونا به ایستگاه فضایی متروکه‌ای سفر میکنن تا تجهیزات لازم برای سفر طولانی خودشون رو پیدا کنن. اونا برای این سفر طولانی نیاز به تجهیزات خواب انجمادی دارن. اما در این مأموریت ناخواسته موجودات بیگانه خطرناکی آزاد میشن که در گذشته توسط دانشمندان این ایستگاه برای آزمایش نگهداری میشدن. حالا اعضای گروه باید برای بقا با این موجودات وحشتناک دست و پنجه نرم کنن. اونا با چالش‌های مختلفی روبرو میشن، از جمله خیانت‌های درونی، حملات بیگانه‌ها و مبارزه با هوش مصنوعی این شرکت. فیلم سوم فیلم یک مکان ساکت روز اول، محصول سال 2024 کشور آمریکا، انگلستان، کانادا. ژانر علمی تخیلی ترسناک هیجان انگیز درام. امتیاز این فیلم در IMDb 6.3 از 10، امتیاز منتقدین 68، میزان رضایت از این فیلم 75% و رده سنیش هم بالای 13 ساله. این فیلم در مجموع تا حالا تونسته 1 بار برنده جایزه و 9 بار هم نامزد دریافت جایزه بشه.
این فیلم تونست رضایت 87 درصدی منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم در کشور انگلستان انجام شده. در ضمن این فیلم هم نسخه دوبله فارسی داره. این فیلم پیش درآمدی بر داستان سری یک مکان آرام و به روزهای ابتدایی حمله موجودات خطرناک به زمین میپردازه. زمانی که انسان‌ها هنوز نمیدونن چطور با این موجودات مقابله کنن. داستان در نیویورک اتفاق میفته، جایی که شخصیت اصلی سم به همراه بازمانده‌های دیگه تلاش میکنن در برابر این موجودات که صداها رو به سرعت شناسایی میکنن زنده بمونن. این فیلم بر روی ماجراهای گروهی از شخصیت‌ها تمرکز داره که باید برای بقا با هم متحد بشن. برخلاف فیلم‌های قبلی که در فضای روستایی و بر محور یک خانواده روایت می‌شدن، این قسمت در محیط‌های شهری جریان داره و صحنه‌های هیجان انگیز بیشتری رو ارائه میده و شاهد لحظات دلهره‌آوری در خیابان‌ها، ساختمان‌ها و حتی زیرزمین‌ها خواهیم بود. بازیگران مطرحی مثل جوزف کوین و دیمن هانسو هم در این فیلم حضور دارند و داستان همچنین عناصری از بقا، وحشت و اتحاد انسانی رو در دل خودش داره. فیلم چهارم فیلم شکارچیان رو، امپراتوری یخزده، محصول سال 2024، کشور آمریکا، کانادا، انگلستان. ژانر علمی تخیلی، ماجراجویی، فانتزی، کمدی. امتیاز این فیلم در IMDb 6.1 از 10، امتیاز منتقدین 46، میزان رضایت از این فیلم 82% و رده سنیش هم بالای 13 ساله. این فیلم تا حالا تونسته 7 بار نامزد دریافت جایزه بشه. این فیلم تونست رضایت 42% منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم در کشور انگلستان انجام شده. در ضمن این فیلم هم نسخه دوبله فارسی داره. فیلم داستان یک ماجراجویی جدید از گروه شکارچیان ارواح و داستان خانواده اسپنگلر که در فیلم قبلی معرفی شدن رو روایت میکنه که از اوکلاهاما به نیویورک اومدن تا در کنار اعضای قدیمی تیم یک تهدید جدید رو مهار کنند. این بار یک نیروی باستانی شیطانی آزاد شده که تهدید میکنه میتونه نیویورک و کل دنیا رو در سرمای شدید منجمد کنه. فیلم ترکیبی از شخصیت‌های نسل جدید و اعضای قدیمی تیم رو به نمایش میذاره که این بار توسط وینستون زدمور تأمین مالی میشن. علاوه بر این شخصیت‌های جدیدی نیز معرفی میشن که در روند داستان نقش دارن، از جمله یک شیء باستانی که ارتباطی با یک خدای شرور به نام کاراگا داره. این خدای شبح مانند تهدید میکنه دنیا رو با یک ارتش زامبی تسخیر میکنه و تیم شکارچیان باید با استفاده از دانش و تجهیزاتشون جلوشو بگیرن. این فیلم هم صحنه‌های خنده‌دار و هم هیجانی داره و تلاش گروه برای نجات دنیا از انجماد رو به تصویر میکشه. فیلم پنجم فیلم موازی، محصول سال 2024، کشور آمریکا، ژانر علمی تخیلی، هیجان انگیز، درام. امتیاز این فیلم در IMDb 5.3 از 10، میزان رضایت از این فیلم 78% و رده سنیش هم بالای 13 ساله. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری سکانس‌های این فیلم در کشور کانادا انجام شده. در ضمن این فیلم هم نسخه دوبله فارسی داره. داستان این فیلم درباره زنی به نام ونساست که پس از تجربه غمی از دست دادن فرزندش در خونه جنگلی به همراه همسر و برادرش زندگی میکنه. ونسا و همسرش الکس رابطه خوبی با هم ندارن و دچار مشکلات زناشویی هستند. یک شب ونسا صدای انفجاری عجیب از جنگل میشنوه و تصمیم میگیره به اون قسمت از جنگل بره و ببینه این صداها از کجا بوده. اما اونجا یک اتفاق عجیبی براش میفته و در جنگل ونسا وارد یک جهان موازی میشه و با نسخه‌های دیگه‌ای از خودش و اطرافیانش روبرو میشه. این تجربه اونو مجبور میکنه با احساساتش درباره گذشته و روابطش روبرو بشه و تصمیم بگیره که چطور با این واقعیت‌های عجیب کنار بیاد. فیلم فضایی معمایی و هیجان انگیز داره و بیشتر بر درگیری‌های احساسی و چالش‌های ونسا تمرکز میکنه. کارگردان این فیلم یک ایرانی به اسم کوروش آهاری. و اما فیلم ششم فیلم فضانورد، محصول سال 2024، کشور آمریکا، جمهوری چک، ژانر علمی تخیلی، ماجراجویی، درام. امتیاز این فیلم در IMDb 5.7 از 10، امتیاز منتقدین 55، میزان رضایت از این فیلم 72% و رده سنیش هم بالای 17 ساله. این فیلم تونست رضایت 50% منتقدین رو در وبسایت راتن تومیتوز به دست بیاره.
تمامی مراحل ضبط و فیلم برداری از سکانس‌های این فیلم علمی تخیلی در کشور جمهوری چک انجام شده. در ضمن این فیلم هم نسخه دوبله فارسی داره. داستان فیلم درباره یک فضانورد به نام یاکوبه که در دوران کودکیش یتیم شده و توسط پدر بزرگ و مادر بزرگش در حومه کشور چک زندگی میکنه. حالا یاکوب از دانشمندی کوچیک به اولین فضانورد این کشور تبدیل شده و یک مأموریت انفرادی خطرناک به سیاره ونوس به یاکوب محول میشه تا برای بررسی یک ابر فضایی عجیب به نام چوپرا به فضا بره. این سفر بهش فرصت تبدیل شدن به قهرمانی رو میده که همیشه آرزوشو داشته. یاکوب در این سفر طولانی و تنها با مشکلات عاطفی و روحی روبرو میشه، از جمله اینکه همسرش لنکا دیگه باهاش ارتباط نمیگیره و قصد داره ازش جدا بشه. در این سفر یاکوب با یک موجود فضایی شبیه عنکبوت به نام هانوش آشنا میشه. هانوش به یاکوب کمک میکنه تا درباره گذشته‌اش فکر کنه و بفهمه که اشتباهاتش مثل بی‌توجهی به همسرش چطور باعث مشکلات زندگی شده. این موجود فضایی مثل یک دوست یا درمانگر عمل میکنه و به یاکوب یادآوری میکنه که خودخواهیش ریشه بسیاری از مشکلاتشه. فیلم در نهایت به تغییر شخصیت یاکوب میپردازه و تصمیم میگیره به زمین برگرده و زندگیش رو با همسرش از نو شروع کنه. این داستان علاوه بر تم علمی تخیلی بر موضوعاتی مثل عشق، تنهایی و تلاش برای جبران اشتباهات تمرکز داره. اگر بخوام به این 6 تا فیلم به ترتیب از بهترین نمره بدم، به نظرم فیلم فضانورد در رتبه اول، فیلم موازی در رتبه دوم، فیلم شکارچیان رو امپراتوری یخزده در رتبه سوم، فیلم یک مکان ساکت روز اول در رتبه چهارم، فیلم بیگانه رومولوس در رتبه پنجم و فیلم همه چیز متفاوت خواهد بود در رتبه ششم قرار داره. اگر به این سبک فیلم ها علاقه‌مندید، حتما یه سر به پلیلیست فیلم های علمی تخیلی بزنید که لینکش در قسمت توضیحات این ویدیو. خیلی مخلصم، تا ویدیوی بعد.